درود درود. بعضیا جلو رود چاپلوسی میکنن، میگن این تو الهی، تو چقدر طلایی، تو چقدر موفقی، تو چقدر زحمت کشیدی، تو چقدر زحمت کشیدی، تو خیلی فلان کردی، تو خیلی زحمت ها کشیدی. اینو دیگه ما میدونیم. بابا این داره دروغ میگه. این پشت سرت این حرفا رو نمیزنه، جلو رود داره این حرفا رو میزنه. این داره چاپلوسی تو میکنه، این داره مغزتو منحرف میکنه از زندگیت، این داره تو رو از راهی که باید ادامه بدی منصرف میکنه. این داره نسخه بیهوده برات میپیچه. اونی که بگه ضعفاتو پیشت بگه، اون حواسش بهت هست. اونی که ضعفتو به خودت بگه، نه پشت سرت حرف بزنه. جلو رود از خوبیات بگه، پشت سرت ضعفات و نقطه ضعفاتو بگه، اون دشمنته، اون دوستت نیست. دوستت آنه که ضعفتو به خودت بگه، خوبیاتو به دیگران، نه بیاد پیشت بهت بگه ببین من میدونی چقدر تعریفتو کردم، هر جا میشینم تعریفتو میکنم. بابا این دروغ داره میگه. این پشت سرت حرفایی میزنه که نباید بزنه. سپاس.